بابای حاجی میرزا گوید که کسی که در دستش نام الله را می نویسد چی حکم دارد؟ آیا این جایز است؟ برادرای عزیز و گرامی، نویساندن نابسته خواه نام الله را می نویسد، خواه نام خودش می نویسد، خواه نام پدرش می نویسد، خواه نام مادرش می نویسد، فرقی ندارد. همین نوشتجات در همین بدنهای ما و شما برادران عزیز هیچگاه جایز هم نیست، درست هم نیست. حتی در حدیث خواندم که 4 نفر پیامبر نازنین گفت از رحمت خدا دور است. یکیش همون کسی است که نوشتجات در بدنش دارد. برای این با خیلی گناه کلانی هست که وقتی ما اگر نام الله را در دست ما نویسیم یا در یگان بدن ما نویسیم، ما ببینین حتی در تلفن ها سوال میکنن که در اکرانش صورت الله هست، میگیم با او حاجت خانه در آمدن اجازت نیست. وقتی که تو در خود بدنت این الله یا محمد اینها وقتی که کتابت میشوند، تو هر گاهی که خلاجو میدرایی، در هر یک قدم، در هر یک داخل شدنت، تو پیش خداوند گناهگار میشوی. امروز اگر امکانش باشد کسی نوشتجات داشته باشد، بعضی میگد هم خیلی برآمده است، داروای برآمده است که از بالاش میمالند، همون حرفا همه نابود میشود. اگر امکانش باشد که حرج نباشد، با یگان ضرری به جسم شما نآورد، مقصد اونها را از پوستاتان دور کنید. و اگر نشود و یگان زیان می آوردگی باشد، این حالت برادر عزیز برای این گناه کردگیتان توبه کنید. هیچگاه هر چیزی را که بین برادرای عزیز خداوند همین خلما را زیبا آفرید است که دیگر حاجت به تغییر دادن در همین عضوهای ما و شما نیست. هیچگاه من میبینم بسیاری از مثال نفرهایی را که در ناخونهاشون، در دندانهاشون، در مویهای سرهاشون، در چشمهاشون هر خیل تغییرات ها میدارند. علل خصوص خواهرای ما با این بدنهای بسیار زیبایی که شما دارین رحم کنید. بسیاری از همین برنامه ها را تماشا کنین، عالی همون کسایی که مقصد در جسم هاشون چیزهای علاوگی کردن، خب تا حتی پیشای براشون ده میبینی که چیزهای علاوگی وصل کردن. همه امونا با بسیار بیماری های وزنین مبتلا شدن. انشاءالله در شما زیباگیتان، خواه دادرای عزیز، خواه خواهرای عزیز، اخلاق زیباتان، نیتهای نیکتان، سخنهای خوبتان، این برای شما زیباگی است. این زیباگی نیست که ما آن چیزهایی را که زیادتی در عضوهامون پیوست کنیم و بعد ضررهاشون رو ببینیم. ضررهای خیلی و خیلی زیاد دارن. از این لحاظ اگر خواهرای ما را بینیم، مادرای پیش ما را بینیم، چقدر مقصد پیرم که می شدن، هیچگاه زیباگیشون از چهره هاشون، از دستاشون دور نبود، برای که از خیمیه های امروزه استفاده نمی کردن. همزمان برادرای عزیز شما هم از این نوشتجات هایی که هستن هیچگاه استفاده نکنید که حتما اینا در پوستای شما، در عضوهای شما یگان ضرر و یگان زیانی را میارد. ولی به هر حال هم که باشد شریعت من میکند از نوشتجاتی که در پوستامون ما می نویسیم.